سلام علیکم. دلیلی هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگل زیاد خوبه، هوا رو تصفیه میکنه. آیا واقعا اطلاعات زیاد هم خوبه؟ آدم اطلاعات زیاد داشته باشه از حوزه‌های مختلف، مثل جنگل، هر نوع درختی از هر نوع اطلاعاتی رو در ذهن ما باشه. اگر ما ندونیم برای چه کاری سراغ چه درختی بریم، این درخت چه خاصیتی داره، کدوم برگاش زرده، کدوم برگاش خرابه، کدوم برگاش خوبه، ما احتمالاً ضرر میکنیم. تو جنگل زندگی کردن باید مواظب باشیم. میوه‌های کدوم درخت‌ها سمی هستند، حداقل برای من ممکنه خوب نباشن. مثل میوه‌های معمولی، خربوزه ممکنه من مگه لرز داشته باشم برام خوب نباشه. اطلاعات زیاد، آیات زیاد، حتی ما نمیدونیم چه آیه رو کجا مصرف بکنیم. اگر ما ندونیم چه آیه رو کجا مصرف بکنیم، کجا به کار ببریم، ممکنه یا آیه رو مقابل علی قرار بدیم، ان الحکم الا لله. ما اگر ندونیم کدوم بند قانون اساسی رو کجا مصرف بکنیم، قانون حقوق بشر رو، اعلامیه حقوق بشر رو کجا مصرف بکنیم، ما همه اطلاعات رو داشته باشیم، اولویت رو ندونیم. اولویت این مطلب در چه کاریه، کاربردش در چیه. حتی گروه هایی که باید این اولویت ها رو تقسیم کنن، ندونیم چه کسی باید این حرفا رو بزنه. همه رأی بدن، هر مردم دنیا همه رأی بدن، اکثریت گفتن فلان چیز، فلان قانون باید اجرا بشه، فلان قانون نباید اجرا بشه. اطلاعات زیاد خوبه، مثل جنگل، ولی خطر زیادی هم داره. اگر دست اهلش نباشه خطرناک. اگر تقسیم بندی نشده، اولویت بندی نشده، خطرناک. اطلاعات زیاد ممکن آدم رو گم بکنه تو جنگل، ندونه از کجا بری. باید کارشناس باشی. من و شما سخته که ادعا بکنیم که ما همه چی رو میدونیم. بنابراین باید بدونیم که از کی چی رو بپرسیم. خدا کمک کنه اگر اطلاعاتی زیاد داریم بدونیم چه سوالی رو از کی بپرسیم. کدوم سوالا ما رو خدا باید جواب بده، کدوم سوالا رو بنده خدا باید جواب بده. موفق و معید باشید. حرفای خوبی شما راهگشای زندگی منو همسال